حتی آدم‌های موفق و بزرگ هم کاراشون رو عقب میندازن یا اهمال کاری میکنن. اهمال کاری یعنی اینکه کارهایی رو که دوست داریم و میل داریم که انجامشون بدیم به تعویق بندازیم و در عوض سر خودمون رو یا با هیچ کاری نکردن یا با کارهای لذت بخشی مثل گوشی، تلویزیون، خرید، حتی غذا خوردن و خوابیدن گرم کنیم. تقریباً 25% آدم‌ها مرتباً اهمال کاری میکنن و این آمار حتی در دانشجوهای دانشگاه‌های خوب دنیا و کارمندان سطح بالای شرکت‌های بزرگ هم وجود داره. تحقیقات نشون میده 50% دانشجوها مرتباً اهمال کاری میکنن و 80%شون گاهی اوقات در این تله اهمال کاری میافتن. ما در روانبان علتهای اهمال کاری رو برای شما توضیح میدیم و 6 راهکار نجات بخش از این معضل رو هم خدمتتون توضیح میدیم. اولین قدم اینه که اهمال کاری رو کامل با هم دیگه باز کنیم. همونطور که خدمتتون توضیح دادم، اهمال کاری به تعویق انداختن عامدانه و از روی میل کارهایی که اون کارها رو هم دوست داریم. اهمال کاری از یک نگاه به 2 نوع تقسیم میشه: اهمالکاری های درونی و اهمالکاری های بین فردی. اهمالکاری های درونی راجع به پروژه هایی هست که ما خودمون برای خودمون تعریف کردیم، یعنی کسی از بیرون اینها رو از ما نخواسته. مثلا هدف اینه که 5 کیلو وزنم رو کم کنم، یک استارتاپی رو شروع کنم، زبان آلمانی یاد بگیرم و هیچ کس از اینا خبر نداره، فقط خودم خبر دارم. و به این معنا هممون اهمال کاریم، چون پروژه هایی داریم که فقط خودمون در جریانشون هستیم و میخوایم پیششون ببریم و این کارو نمیکنیم. اهمال کاری های بین فردی به این شکل هستن که فرد دیگری از من یک کاری رو میخواد. مثلا رئیسم از من میخواد یک گزارشی رو تهیه کنم، امتحان دارم، باید امتحان بدم، سر کار قراره که یک پروژه‌ای رو راه اندازی کنم. در این شرایط کارها رو تا ددلاینشون به عقب میندازیم، ولی در ددلاینشون در نهایت به ثمر مینشونیمشون. دسته‌بندی دیگری از اهمالکاری وجود داره که به اهمالکاری های فعال و اهمالکاری های منفعل تقسیم میشن. در اهمالکاری فعال ما کارها رو تا دقیقه 90 به تعویق میندازیم، شب آخر شروع میکنیم، شب زنده‌داری و برای امتحان خوندن. روز آخر سعی میکنیم گزارش رو تموم کنیم و احتمالاً الان شما یاد خاطراتی میافتید که شبهای امتحان چه به روزگارتون اومد. اما در اهمالکاری منفعل ما در نهایت اون کار رو انجام نمیدیم. مثلا با یک نفر تعارض داریم، به روی خودمون نمیاریم، هیچ وقت نمیریم مشکلمون رو باش حل کنیم. یک کاری رو باید انجام بدیم، هرگز سراغش نمیریم. این نوع از اهمالکاری یا همون اهمالکاری منفعلانه نشون داده شده که با مشکلات سلامت جسمی و سلامت روانشناختی بیشتری در ارتباطه. یعنی ما رو بیشتر افسرده میکنه، بیشتر مضطرب میکنه و احتمال فشار خون، دیابت و حتی سرطان در اهمالکاری منفعلانه بیشتره. اما چرا اهمالکاری میکنیم؟ میخوایم علتها رو با هم دیگه بررسی کنیم. واقعیت این هستش که ما اهمالکار نیستیم، فقط عادت اهمالکاری رو یاد گرفتیم. و خبر خوب اینه که هر چیز بدی رو که یاد گرفتیم از طریق اصول یادگیری میتونیم تغییر بدیم. مغز ما طوری طراحی شده که وقتی با یک محرک استرس‌زایی روبرو میشه، با اون محرک استرس‌زا به 3 نوع برخورد میکنه. یا مطمئنه که پس این استرس و چالش برمیاد، بنابراین خیلی سریع خودش رو آماده میکنه و میره به جنگش. بنابراین وقتی ما با یک تکلیف و چالشی روبرو هستیم که مطمئنیم از پسش برمیاییم، خیلی سریع میریم و انجامش میدیم و اهمالکاری نمیکنیم. اما در شرایطی که فکر میکنیم چالشه به قدری سنگینه که از پس ما بر نمیاد، در این شرایط یا خشکمون میزنه یا ازش سعی میکنیم فرار کنیم. پس در شرایطی که ما ادراکمون از اون چالش و شرایط استرس‌زا اینه که سخته، نکنه از پسش بر نیام، شروع میکنیم اهمالی کار کردن. در این شرایطه که احتمالاً این سوال برای ما پیش میاد که آخه تمام کارهایی که من دارم عقب میندازم یک جورایی دوستشون دارم، حتی تقریباً مطمئنم از پسش برمیام، پس چرا انجامشون نمیدم؟ جواب این سوال رو نظریه خودارزشی خیلی قشنگ به ما میده.
نظریه خودارزشی عنوان میکنه که همه ما انسان‌ها نیاز داریم که بدونیم و باور داشته باشیم که آدم‌های خوب و توانمندی هستیم و این احساس خوب و توانمند بودن از طریق کارهایی که انجام میدیم به ما داده میشه. بنابراین ما وقتی سراغ کاری میریم که مطمئن باشیم این کار به ما احساس خوب بودن، توانمند بودن و ارزشمند بودن میده. اما ما به همون اندازه که دنبال حس خوب بودن و توانمند بودن هستیم، گاهی اوقات یک ترسی به نام ترس از شکست هم بر ما غلبه میکنه. بر این اساس آدم‌ها به 4 دسته تقسیم میشن. 1. آدم‌هایی که میل به موفقیت زیادی ندارن، ترس از شکست هم ندارن. اینها میشن آدم‌های تنبل داستان ما. یعنی ما آدم تنبل رو آدمی میشناسیم که نه میلی به موفقیت داره، نه از شکست خوردن هم میترسه. دسته دوم آدم‌هایی هستن که ترس از شکستشون زیاده و میل به موفقیتشون پایینه. ما این آدم‌ها رو میتونیم بگیم آدم‌های محافظه‌کار. این آدم‌ها تنبل نیستن، اتفاقاً تلاشگرم هستن، ولی لیدر نیستن، رهبر نیستن، پروژه ای رو خودشون شروع نمی کنن، پروژه یک نفر دیگر رو عالی انجام میدن، از مسئولیت شکست میترسن. حالا شما ببینید شما جزء کدوم دسته از این آدم ها هست. دسته سوم آدم‌هایی هستن که میل به موفقیتشون زیاده، ترس از شکستشون خیلی پایینه و این آدم‌ها این موشک به سمت پروژه هاشون میرن، خیلی سریع درگیر کاراشون میشن و معمولا خوبم نتیجه میگیرن. ما این آدم‌ها رو آدم‌های پرکار و موفق میشناسیم. اما دسته 4 آدم‌های اهمالکار میشن، آدم‌هایی که هم میل به موفقیت بالایی دارن، هم ترس از شکست بالایی دارن و این دوتا نیرو با همدیگه میجنگن و هیچ کدوم زورشون به هم دیگه نمیرسه. یعنی شما در این شرایطه که اهمال کار میشید. یه مثال تاریخی از این داستان جنگ جهانی اول تو جبهه غرب، به خصوص جبهه نورماندی. در اون جبهه نه متحدین نه متفقین زورشون به همدیگه نمیرسید و تقریباً 4 سال توی خندقای روبروی همدیگه بودن. گاهی اوقات اینا 100 متر پیشروی میکردن، گاهی اوقات اونا 100 متر و هیچ وقت جبهه جنگ 200 متر بیشتر تغییر نکرد تا اینکه صلح شد. بنابراین ما وقتی درگیر اهمال کاری میشیم که ترس از شکستمون جوریه که با میل به موفقیتمون برابری میکنه. از اینجاست که اولین راهکار شروع میشه. اولین راهکار آگاه شدن از این موقعیته، یعنی موقعیتی که نه میل به موفقیت زورش میچربه، نه ترس از شکست. شما در این شرایط اگر گیر کنید اهمال کار میشید. یعنی مثلا میخواید کنکور بدید ولی میترسید که نکنه درس بخونید و شکست بخورید. اگر درس نخونید و شکست بخورید میگید خب درس نخوندم. اگر درس نخونید و موفق بشید به این نتیجه میرسید خیلی باهوشید. ولی اگر درس بخونید و شکست بخورید میترسید که دیگران یا خودتون مثلا فکر کنن که خنگید، این همه تلاش کرد آخرش شکست خورده شد. پس اولین راهکار اینه به این موضوع آگاه بشید. وقتی به این وضعیت آگاه شدید، راهکار دوم اینه که ترس از شکست رو کم کنید، میل به موفقیت رو بیشتر کنید. چه شکلی؟ یه راهکار خیلی خوب تصویرسازیه. پس راهکار سوممون تصویرسازیه. تصویرسازی از روزی که موفق شدید، روزی که تونستید 15 کیلو وزنتون رو کم کنید، روزی که تونستید کنکور موفق بشید، روزی که تونستید پایان نامه دکتراتون رو بدید. سپس راهکار 4 این تصویرسازی از موفقیت آخر رو بیارید تصویرسازی های کوچولو کوچولو به کار ببرید. یعنی چی؟ یعنی تصویر سازی کنید که این مبحث رو تموم کردید، تصویر سازی کنید که 0.5 کیلو وزنتون کم شده، تصویر سازی کنید که برنج رو 3 قاشق از وعده های غذاییتون کم کردید. راهکار 5 بسیار مهمه. راهکار 5 اینه که همیشه انگیزه بعد از اینکه عمل کنید اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی من ابتدا باید شروع کنم یه صفحه خوندن تا میل صفحه بعدیم بیاد. ابتدا باید شروع کنم 500 متر پیاده روی کنم، بعد انگیزه این که 2 کیلومتر پیاده روی کنم میاد. و راهکار 6 این هست که به هدفها و ارزش هامون فکر کنیم. هدفم از این که وزن کم کنم اینه که در واقع راحت تر مثلا پیاده روی کنم، بیشتر زنده بمونم. ارزشم چیه؟ سلامتیه.
هدفم از این که کنکور قبول شم اینه که پزشک بشم. ارزشم چیه؟ یاری رسوندن به دیگران، کمک کردن به دیگران. خب من تا اینجا دو روی سکه اهمال کاری رو توضیح دادم: میل به موفقیت و ترس از شکست. هنوز تو عمق نرفتم. من طرحواره درمانگرم. وقتی از عمق صحبت میکنم منظورم اینه که اینجا پای طرحواره ها در میونه. طرحواره ها چارچوب های ذهنی هستند که در کودکی برای ما شکل میگیرن و عین عینک هایی میان روی چشمای ما قرار میگیرن. یکی از مهمترین طرحواره هایی که در اهمال کاری درگیره طرحواره دوست داشتنی نبودن یا بی‌ارزشیه. این طرحواره در شرایطی برای ما شکل میگیره که والدین فقط برای موفقیت ها ما رو تشویق کنن. باریکلا 20 شدی، چرا 19.5 شدی، کی 20 شد؟ این جمله ها رو شنیده باشیم. در این شرایط ما به این نتیجه میرسیم که ما فقط با موفقیت هامون ارزشمندیم و بدون موفقیت هامون هیچ ارزشی نداریم و برای همینه که میترسیم دست به کارهایی بزنیم که نکنه توشون شکست بخوریم و بی ارزش بشیم. طرحواره بعدی که در اهمال کاری به شدت درگیره طرحواره شکسته. این مال شرایطیه که ما والدین خیلی سرزنشگری داشتیم: توی چی نمیشی، شکست میخوری، حمال میشی و از این جمله ها شنیدیم و ما در واقع یک جورایی باورمون شده که شکست خورده ایم. از اون طرف برای اینکه این باور رو بشکنیم به کمالگرایی پناه میبریم و باز ترس از شکست خوردن میاد سراغمون و باز اجتناب میکنیم از اینکه سراغ کارهامون بریم. طرحواره مهم دیگه‌ای که تو فرهنگ ما خیلی شایعه اطاعته. اطاعت به این معناست که دیگران کنترل کنندن و یکی از راهکارهای آدما برای واکنش به طرحواره اطاعت اینه که لجباز بشیم. چه شکلی لجباز میشیم؟ به این نتیجه میرسیم که بابام دوست داشت من دکتر بشم، خیلی ناخودآگاه پایان نامه دکترا رو نمی‌نویسم. بابام دوست داشت من موفق بشم، چون میخواست منو کنترل کنه من نمیخوام که به سمت موفقیت برم. آخرین طرحواره‌ای که در اهمال کاری درگیره خویشتن‌داری و خودانضباطی ناکافیه. از بچگی مسئولیت‌های متناسب سن رو به ما نسپردن و ما یاد نگرفتیم خودمون رو تو یک چارچوب‌های قرار بدیم و اینجا مشکل اصلیمون اینه که بلد نیستیم یه چارچوب و نظمی رو برای خودمون طراحی. اینها خلاصه ای از علتهای طرحواره‌ای اهمال کاری بوده. اگر شما درگیر این طرحواره ها هستید و به علت این طرحواره هاست که اهمال کاری میکنید، چون طرحواره ها مفاهیم عمیقی هستند، کار کردن به تنهایی روشون سخته، ما اینجا در روانبان مشاورین حرفه‌ای و دلسوزی داریم که میتونن به شما کمک کنن با درمان طرحواره هاتون بر اهمال کاریتون غلبه کنید. خدا نگهدار.